الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. برای نحوه بلند کردن دسته ها هنگام تکبیرة الاحرام روایات متعدد صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. دو کیفیت اخیری که بنده نمایش دادم از نظر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. اول این که دسته ها را برابر با شانه ها بلند بکنیم. این صحیح هست و نظر جمهور علما و مذاهب اهل سنت این هست و دلیلشان هم حدیث متفق علیه هست در صحیح بخاری و مسلم از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که ایشان میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان يرفع يديه حذاء منكبيه اذا افتتح الصلاة. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز را آغاز می کردند دسته ها را به موازات شانه ها بالا می آوردند. و همچنین روایت دیگری در این زمینه هست از ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری. و روش دوم هم صحیح است، یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم احیانا دسته ها را به موازات گوشه ها بلند می کردند. به این اندازه دسته ها را به موازات گوشه ها رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند می کردند. این روایت هم صحیح است. روایت مالک ابن حویرث هست در صحیح مسلم. میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کبر رفع یدیه حتی یحاذی بهما اذنیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که تکبیر میگفتند دسته ها را به موازات گوشه ها بلند میکردند. این روش دوم هم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همین صورت دوم هست و بر این حدیث عمل کرده.